نوبت میرسه به 120 ثانیه با ایمیل ها و پیام های شما عزیزان. دوست عزیزم نیم راهی، خیلی ممنون از ایمیل قشنگتون و شعر زیبایی که همراهش بود. خیلی خوشحالم که بیننده برنامه ما هستیم و خیلی امیدوار و مشتاق به استمرار ارتباط با شما تا باز هم بتونیم از کارهای خوبی که برامون میفرستین استفاده بکنیم. محمد از اسلامشهر ایمیلی فرستاده بود در مورد فشارهای ناشی از رژیم پلید آخوندی نوشته بود و اینکه جوان‌ها چه فشاری رو لحظه به لحظه زیر حاکمیت این رژیم تحمل میکنن. از فقر مردم نوشته و اخراج کارگران و دروغ‌پردازی‌های تلویزیون پشم و شیشه آخوندی. از نفرت عمیق مردم که مبتنی است بر مشاهدات عینی خودش و متقابلا طنزپردازهای پیکشادی رو به خاطر بیان گوشه‌ای از اون چه که تو دل مردم هست مورد لطف قرار داده. خیلی ممنون. این پیشنهادات در مورد زمان برنامه و همچنین قطعات طنز در مورد آخوند احمد خاتمی هم چشم بررسی می‌کنیم. در حد توانمون حتما انجامش میدیم. اینم گفته باشم که نکاتی که در ایمیلت مطرح کردی هم خیلی ما رو شرمنده کرد و هم عزممون رو جزم‌تر برای ادای دین و انجام وظیفه در قبال خلق قهرمانی که اعتمادش بالاترین و ارزشمندترین سرمایه است. اتفاقا در روزهای آینده که بحث همیاری با سیمای آزادی مطرح هست بیشتر به این موضوع حتما خواهیم پرداخت. علیرضا افشارچی عزیز ممنون بابت اطلاعات بسیار ارزشمندی که در مورد وقایع تاریخ معاصر ایران برامون فرستادی. دوستان گرامی شیرین از واشنگتن، پاتریس، میترا و جواد جمشیدی ممنون بابت تصاویر و مطالبی که برامون فرستادید. فرهاد عزیز اطلاعاتی که در مورد سوء استفاده رژیم از یک شرکت فرستاده بودی خیلی مفید بود، به نفرات دست‌اندرکارش رسوندیم. و سینا از رشت خیلی ممنونیم از ایمیل پرمحبتت. به باقی اون 20 نفری هم که اشاره کرده بودی با هم پیکشادی تماشا می‌کنین سلام‌های گرم ما رو برسون. خیلی خوشحالیم که همه شما بیننده برنامه ما هستید. امیدوارم که هرچه بیشتر در ارتباط با شما قرار بگیریم.